إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. به زودی گروهی از مردم کمخرد خواهند گفت چه چیزی آنها را از قبلهشان که بر آن بودند بازگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن الله است، هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم. همان گونه که قبله شما یک قبله میانه است، شما را نیز امتی میانه رو و اهل اعتدال قرار دادیم تا در روز قیامت بر مردم گواه باشید که پیامبران الهی پیامشان را به درستی ابلاغ کردند و پیامبر بر شما گواه باشد که کلام الله را به شما رسانده است و ما قبله‌ای را که پیشتر بر آن بودی قرار ندادیم مگر برای اینکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از کسی که به عقب باز می گردد و از اطاعت الله و رسولش روی گردان می شود باز شناسیم. مسلماً این حکم جز بر کسانی که الله هدایتشان کرده باشد سنگین و دشوار است. الله هرگز ایمان و نماز شما را ضایع نمی گرداند. به راستی که الله نسبت به مردم دلسوز و مهربان است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. به تحقیق ما گرداندن رویت به سوی آسمان را می‌بینیم. اکنون تو را به سوی قبله‌ای که به آن خوشنود شوی باز می‌گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد به خوبی می‌دانند که این تغییر قبله حق است و از جانب پروردگارشان میباشد و الله از آن چه میکنند غافل نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمین. اگر برای آنان که کتاب به دیشان داده شده هر گونه نشانه و حجتی بیاوری از قبله تو پیروی نمی کنند و تو نیز از قبله آنان پیروی نخواهی کرد و برخی از آنان نیز از قبله برخی دیگر پیروی نمی کنند. و اگر بعد از آن که علم و دانش به تو رسیده است از خواسته ها و آرزوهای آنان پیروی کنی در این صورت مسلماً از ستمکاران خواهی بود. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم او را می شناسند چنان که فرزندان خود را می شناسند و گروهی از آنان حق را کتمان می کنند در حالی که خود نیز می دانند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. حق از جانب پروردگار توست پس هرگز از تردید کنندگان مباش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. برای هر یک از امتها جهتی است که هنگام نماز بدان رو می کند. پس در نیکیها بر یکدیگر سبقت بگیرید. هر جا که باشید الله در روز قیامت همه شما را حاضر می کند. همانا الله بر هر چیزی تواناست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. از هر جا که به قصد سفر خارج شدی پس به هنگام نماز روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و به درستی که این رو کردنت حقی از جانب پروردگارت است و الله از آنچه می کنید غافل نیست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. و از هر جا که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و شما ای مؤمنان هر جا که بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز کسانی از ایشان که ستم کردند بر شما حجتی نداشته باشند. پس از آنان نترسید و از من بترسید و رو به قبله کنید تا نعمت خود را بر شما تمام کنم باشد که هدایت شوید. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همچنان که پیامبری از خودتان در میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاک میگرداند و به شما کتاب و حکمت میآموزد و آنچه نمیدانستید به شما یاد میدهد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم
و سپاس مرا گویید و با من ناسپاسی نکنید. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، از شکیبایی و نماز یاری بجویید، زیرا که الله با شکیبایان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. و به آنها که در راه الله کشته میشوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمیفهمید. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. و قطعاً شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش مالها و جانها و میوه ها آزمایش میکنیم و به صبر کنندگان مژده بده. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آنان که هرگاه مصیبتی به ایشان رسد میگویند ما از آن الله هستیم و به سوی او باز میگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینان هدایت یافتگانند. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا و مروه از شعائر و نشانه های الله است. پس هر که حج خانه الله کند یا عمره انجام دهد بر او گناهی نیست که میان آن دو طواف کند و کسی که به میل خود کار نیکی انجام دهد پس به درستی که الله سپاسگزار داناست. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که آنچه را از دلایل روشن و هدایت نازل کرده ایم بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم پنهان می‌دارند، الله آنان را لعنت می‌کند و لعنت کنندگان از مؤمنان و فرشتگان لعنتشان می‌کنند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر کسانی که توبه کردند و اعمال خود را اصلاح نمودند و حقیقت را آشکار ساختند، پس اینانند که توبه ایشان را میپذیرم و من توبه پذیر مهربانم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت الله و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. خالدین فیها
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. در آن لعنت و عذاب جاودانه باقی میمانند و نه عذاب آنان تخفیف داده می شود و نه مهلت می‌یابند. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. الله شما الله یگانه است که غیر از او معبودی نیست، بخشنده مهربان است. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و گذر شب و روز و کشتی هایی که برای بهره برداری مردم در دریا روانند و بارانی که الله از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از خشکی و خزانش زنده کرده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان آسمان و زمین به خدمت انسان گماشته شده اند برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی از قدرت پروردگار است. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بعضی از مردم همتایانی غیر از الله برای پرستش انتخاب می کنند و آنها را همچون الله دوست می دارند، حالان که کسانی که ایمان آورده اند الله را بیشتر دوست دارند و آنان که ستم کردند هنگامی که عذاب روز قیامت را ببینند خواهند دانست که تمام قدرت از آن الله است و اینکه الله سخت کیفر است. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنگاه که رهبران گمراهگر از پیروان خود بیزاری می جویند و عذاب را می بینند و روابط و پیوندشان گسسته می گردد. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. و در این هنگام پیروان میگویند کاش برای ما بازگشتی به دنیا بود تا همان گونه که آنان از ما بیزاری جستند ما نیز از آنها بیزاری جوییم. الله این چنین کردار ایشان را که مایه حسرتشان است به آنان نشان می‌دهد و هرگز از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مردم،
از آن چه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. او شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و بران می‌دارد تا آنچه را که نمی‌دانید به الله نسبت دهید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه الله نازل کرده است پیروی کنید، میگویند نه، بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی میکنیم. آیا اگر پدرانشان چیزی نفهمیده و هدایت نیافته باشند باز هم کورکورانه از آنان پیروی میکنند؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. مثل دعوت کننده کافران همچون کسی است که چیزی را صدا میزند که جز صدا و آوایی نمیشنود. این کافران در مواجهه با حق کر و لال و نابینا هستند و از این رو نمی اندیشند. یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهای پاکیزه‌ای که روزی شما کرده ایم بخورید و شکر الله را به جای آورید اگر تنها او را می پرستید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر الله بر آن برده شده بر شما حرام کرده است و اگر کسی برای حفظ جان خود به خوردن آنها ناچار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد پس گناهی بر او نیست، چرا که الله آمرزنده مهربان است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که آنچه را الله از کتاب نازل کرده کتمان می کنند و آن را برای مال و مقام دنیا به بهای اندکی می فروشند جز آتش چیزی نمی خورند و الله روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و ایشان را از گناه پاک نمی کند و عذاب دردناکی خواهند داشت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اینان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به بهای آمرزش خریدند، پس بر آتش دوزخ چه شکیبا هستند.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید. این به خاطر آن است که الله کتاب را به حق نازل کرده است و کسانی که در آن اختلاف کردند از حق و حقیقت بسیار دورند. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی این نیست که برای نماز روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی آن است که کسی به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان و گدایان و در راه آزادی بردگان دهد و نماز برپای دارد و زکات دهد و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندند و کسانی که در فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکیبایند، آنان کسانی هستند که راست گفتند و آنان پرهیزکارانند. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، در مورد کشتگان حکم قصاص بر شما مقرر گشته است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسی در حق برادر دینیش بخشش نماید باید خوشرفتاری کند و قاتل باید دیه را به نیکی به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن گذشت و عفو تجاوز کند عذاب دردناکی خواهد داشت. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ای خردمندان، برای شما در قصاص حیات و زندگی است، باشد که تقوا پیشه کنید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بر شما مقرر شده که هرگاه زمان مرگ یکی از شما فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارده برای پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. این کار حقی است بر پرهیزکاران. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه
این الله سمیع علیم. پس هر کس که آن وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر عهده کسانی است که آن را تغییر می‌دهند. همانا الله شنوای داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه این الله غفور رحیم. پس کسی که از بی‌عدالتی و میل بیجای وصیت کننده نسبت به ورثه یا از گناه او در وصیت به کار خلاف بترسد و میان آنها را اصلاح کند، پس گناهی بر او نیست. همانا الله آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند واجب شده بود، باشد که پرهیزکار شوید. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه در روزهای معدود و اندکی است. پس هر کس از شما که بیمار یا مسافر باشد، به اندازه آن روزهایی که افطار کرده تعدادی از روزهای دیگر را روزه بگیرد و بر کسانی که توانایی آن را ندارند لازم است کفاره بدهند و آن خوراک دادن به مسکینی است. و هر کس که به رغبت خود نیکی بیشتر انجام دهد، پس آن کار برای او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است، کتابی که راهنمای مردم است و نشانه ها و دلایل آشکار از هدایت دارد و جدا کننده حق از باطل می باشد. پس هر کس از شما که حاضر و مقیم باشد و این ماه را دریابد باید که آن را روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد باید به تعداد روزهایی که روزه نگرفته روزهای دیگر را روزه بگیرد. الله برای شما آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد تا بتوانید روزهای رمضان را کامل کنید و الله را برای آنکه شما را هدایت کرده بزرگ بدارید، باشد که شکرگزاری کنید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم
و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شبهای روزه بر شما حلال گردیده است. آنان لباس شما هستند و شما لباس ایشان. الله می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید و این کار ممنوع را انجام می‌دادید. پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون در شبهای رمضان می‌توانید با آنان آمیزش کنید و آنچه را که الله برای شما مقرر داشته است طلب کنید. بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار شود. سپس روزه را تا شب به پایان رسانید و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان آمیزش نکنید. این مرزهای احکام الهی است، پس به آن نزدیک نشوید. الله این چنین آیات خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که پرهیزکار شوند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. و اموالتان را در بین خود به باطل و ناحق نخورید و برای آنکه بخشی از مال مردم را به گناه بخورید قضیه را به حاکمان نکشانید، در حالی که شما میدانید که این کار گناه است. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو درباره هلالهای ماه میپرسند. بگو آنها بیان اوقات و گاه شمار طبیعی برای مردم و وسیله تعیین وقت حج هستند. نیکوکاری آن نیست که در حال احرام از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پیشه کند و به خانه ها از درهایشان وارد شوید و از الله بترسید، باشد که رستگار شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. و در راه الله با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید که الله تجاوزگران را دوست نمی دارد. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین. و آنها را هر کجا یافتید بکشید و آنان را از آنجا که شما را بیرون کرده اند اخراج کنید و فتنه کفر و شرک بدتر از قتل است و با آنها در کنار مسجد الحرام جنگ نکنید مگر اینکه با شما در آنجا بجنگند. پس اگر در آنجا با شما جنگیدند ایشان را بکشید که سزای کافران چنین است. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس اگر از کفرشان دست برداشتند بیگمان الله آمرزنده مهربان است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. و با آنها بجنگید تا فتنه باقی نماند و دین خالصانه از آن الله گردد. پس اگر دست برداشتند ستم مکنید که ستم جز بر ستمکاران روا نیست. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ماه حرام در برابر ماه حرام است و حد حرمتها قصاص دارد. پس هر کس ستم کرد به همان گونه که بر شما ستم کرده بر او ستم روا دارید و از الله پروا کنید و بدانید که الله با پرهیزکاران است. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. و در راه الله انفاق کنید و با ترک انفاق خود را با دست خیش به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست دارد. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. و حج و عمره را برای الله به پایان رسانید و اگر به وسیله دشمن یا بیماری از این کار باز داشته شدید آنچه از قربانی فراهم شود ذبح کنید و آنگاه از احرام بیرون شوید و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به جایگاهش برسد و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت و ناچار بود در حال احرام سر خود را بتراشد پس فدیه دهد از قبیل 3 روز روزه یا صدقه یا قربانی کردن گوسفندی که میان فقرا تقسیم شود. پس هنگامی که در امان بودید هر کس که از عمره بهره مند گردید
و سپس اعمال حج را آغاز کرد، آنچه از قربانی برای او میسر شد ذبح کند. و هر کس که قربانی نیافت 3 روز در ایام حج و 7 روز هنگامی که بازگشتید روزه بگیرد. این 10 روز کامل است. این حکم حج تمتع برای کسی است که خانواده او ساکن مسجد الحرام نباشد. و از الله پروا کنید و بدانید که الله سخت کیفر است. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج در ماه‌های معلوم و معینی است. پس کسی که در این ماه‌ها حج را بر خود واجب گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روا نیست و آنچه از کارهای نیک انجام دهید الله آن را می‌داند و توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزکاری است و ای خردمندان از من پروا کنید. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. گناهی بر شما نیست که در ایام حج با خرید و فروش از فضل پروردگارتان روزی طلب کنید و هنگامی که از عرفات کوچ کردید الله را در مشعر الحرام یاد کنید و او را یاد کنید، چرا که شما را که پیشتر از گمراهان بودید هدایت کرد. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. پس از همان جا که مردم روانه می شوند شما نیز از عرفات به سوی منا حرکت کنید و از الله آمرزش بخواهید، به راستی که الله آمرزنده مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. پس چون مناسک حج خود را به جای آوردید همان گونه که پدرانتان را یاد می کردید بلکه بهتر و بیشتر از آن الله را یاد کنید. و کسانی از مردم هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا مال و فرزند عطا کن، اینان در آخرت بهره ای ندارند. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و از میان ایشان کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. اینانند که از دستاوردشان بهره ای دارند و الله در حسابرسی سریع است. واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله را در روزهای معین یاد کنید. پس کسی که شتاب کند و در 2 روز اعمال را انجام دهد گناهی بر او نیست و کسی که تأخیر کند و اعمال را در 3 روز انجام دهد گناهی بر او نیست. این فرصت برای کسی است که تقوا پیشه کند و از الله پروا کنید و بدانید که شما به سوی او محشور خواهید شد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. و از مردم کسی هست که گفتارش در مورد زندگی دنیا تو را به شگفت می اندازد و الله را بر آنچه در دل خود دارد گواه می گیرد و حالان که او سرسخت ترین دشمنان است. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. او هنگامی که روی برمیگرداند و میرود و یا به ریاستی میرسد در راه فساد در زمین میکوشد و زراعت و چهارپایان را نابود میسازد و الله فساد و تباهکاری را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. و چون به او گفته شود از الله بترس، خود بزرگ بینی او را به گناه میکشاند، پس آتش جهنم برایش کافی است و چه بد جایگاهی است. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. و از مردمان کسی هست که جان خود را برای کسب خوشنودی الله بذل می کند و الله نسبت به بندگان مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی به اسلام و اطاعت خدا درآیید و از راهها و گامهای شیطان پیروی نکنید، به درستی که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پس اگر بعد از آن که نشانه‌های روشن و آشکار برای شما آمد لغزش کردید و منحرف شدید، بدانید که الله توانمند حکیم است. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور. آیا انتظار کافران غیر از این است که الله برای داوری و فرشتگان برای اجرای عذاب الهی در سایه‌هایی از ابرها به سوی آنان بیایند و کار یکسره شود و کارها به سوی الله بازگردانده می شود؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینه
ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس که چه اندازه نشانه های آشکار به آنها داده ایم و کسی که نعمت الله را پس از آن که نصیبش شد به کفر و ناسپاسی تبدیل کند عذاب سختی خواهد داشت و بداند که الله سخت کیفر است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است و مؤمنان را مسخره می کنند و حالان که پرهیزکاران در روز قیامت بالاتر از آنان هستند و الله هر کس را بخواهد بیشمار روزی می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. در آغاز مردم یک امت بودند. آنگاه الله پیامبران را برانگیخت تا مردم را مژده و بیم دهند و همراه با آنان کتاب آسمانی را به حق نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند و تنها کسانی که کتاب به آنان داده شده بود پس از آن که نشانه‌های روشن به آنها رسید به خاطر ستم و حسادتی که در میانشان بود در آن اختلاف کردند. پس الله به فرمان خیش کسانی را که ایمان آورده بودند به حقیقتی که در آن اختلاف داشتند هدایت نمود و الله هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. آیا پنداشته اید که داخل بهشت می شوید و حالان که هنوز مانند آنچه بر سر پیشینیان شما آمد بر سر شما نیامده است؟ دشواری و زیان به ایشان رسید و آنچنان سختی کشیدند و تکان خوردند که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند یاری الله کی فرا خواهد رسید؟ آگاه باشید که یاری الله نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند؟ بگو هر مالی که انفاق کردید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است و هر کار نیکی که انجام دهید الله به آن آگاه است.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد در راه الله بر شما واجب شده است، در حالی که برای شما ناخوشایند است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حالان که آن برای شما بهتر است، و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید حالان که آن برای شما بد است، و الله میداند و شما نمیدانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از تو درباره جنگ در ماه حرام میپرسند. بگو جنگ در آن ماه گناهی بزرگ است و بازداشتن از راه الله و کفر ورزیدن به او و جلوگیری از ورود مردم به مسجد الحرام و بیرون راندن اهلش از آن نزد الله گناهی بزرگتر است، و فتنه از قتل بزرگتر است، و مشرکان همواره با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند، و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد اعمالش در دنیا و آخرت تباه می شود و آنان اهل آتش دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کرده و در راه الله جهاد نمودند آنان به رحمت الله امیدوارند و الله آمرزنده مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. از تو درباره شراب و قمار میپرسند. بگو در آن دو گناهی بزرگ و نیز سودهایی برای مردم هست، ولی گناه آن دو از سودشان بزرگتر است. و از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند. بگو مازاد نیازمندی خود را. الله این چنین آیات را برای شما روشن میسازد. باشد که اندیشه کنید. فی الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. درباره دنیا و آخرت بیندیشید.
و از تو در مورد یتیمان میپرسند. بگو اصلاح کار آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید مانعی ندارد، زیرا آنها برادران دینی شما هستند و الله تبهکار را از درستکار باز میشناسد و اگر الله میخواست شما را به زحمت میانداخت. به راستی که الله توانمند حکیم است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و با زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید و بیگمان کنیز مؤمن از زن آزاد مشرک بهتر است، اگرچه زیبایی یا داراییش مورد میل و پسندتان واقع گردد. و زنان با ایمان را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید مگر آنکه ایمان بیاورند و قطعاً برده مؤمن از مرد آزاد مشرک بهتر است، حتی اگرچه مجذوب دارایی و موقعیت او شده باشید. آنان به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند و الله به فرمان و توفیق خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند و آیات و احکام خود را برای مردم روشن می سازد. باشد که پند گیرند. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. و از تو درباره حیض میپرسند. بگو آن آلوده و زیانبار است، پس در حالت قاعدگی از زنان کنارگیری کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند. پس هنگامی که پاک شدند و غسل کردند، از همانجا که الله به شما فرمان داده است با ایشان آمیزش کنید. به راستی که الله توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنان شما در حکم کشتزار شما هستند، پس هر گونه که بخواهید به کشتزار خود درآیید و توشه‌ای برای خود از پیش بفرستید و از الله پروا کنید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت ده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. و الله را دستاویز سوگندهای خود قرار ندهید تا به این بهانه از نیکوکاری و پرهیزکاری و آشتی دادن میان مردم دست بردارید و الله شنوای داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
والله غفور حلیم. الله شما را به خاطر سوگندهایی که بیهوده و بدون قصد یاد می کنید مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به آنچه دلهایتان از روی عمد کسب کرده بازخواست می کند و الله آمرزنده بردبار است. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که سوگند می‌خورند با زنان خود آمیزش نکنند 4 ماه انتظار و مهلت است. پس اگر سوگند خود را نادیده گرفتند و بازگشتند بدانند که الله آمرزنده مهربان است. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و اگر تصمیم به طلاق گرفتند بدانند که الله شنوای داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. زنان مطلقه باید به مدت 3 بار پاکی یا دیدن 3 بار عادت ماهیانه انتظار بکشند و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند برای آنها روا نیست که آنچه را الله در رحمهایشان آفریده کتمان کنند و اگر شوهرانشان خواهان آشتی هستند برای بازگرداندن آنان به زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند و برای زنان حقوق شایسته است همانند حقوق و وظایفی که بر عهده آنهاست و مردان بر آنان برتری دارند و الله توانمند حکیم است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی 2 بار است. پس از آن مرد یا باید همسر را به طور شایسته نگاه دارد یا به نیکی رها کند و برای شما روا نیست که از آنچه که به آنان داده اید چیزی پس بگیرید مگر آنکه زن و شوهر بترسند که نتوانند حدود الهی را برپا دارند. پس ای مؤمنان اگر ترسیدید که حدود الهی را برپا ندارند گناهی بر آن 2 نیست که زن فدیه ای بپردازد و طلاق بگیرد. اینها حدود احکام الهی است، پس از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود الله تجاوز کند ستمگر است. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اگر شوهر برای بار سوم او را طلاق داد، پس از آن زن برایش حلال نیست، مگر اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید. در این صورت اگر شوهر بعدی او را طلاق داد، اگر دو همسر سابق میپندارند که حدود احکام الله را برپا می‌دارند، گناهی بر آن دو نیست که با ازدواج مجدد به یکدیگر بازگردند. اینها حدود الله است که آنها را برای مردمی که آگاهند و به اسلام ایمان دارند بیان می‌نماید. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. و هنگامی که زنان را طلاق رجعی دادید و به پایان روزهای عده خیش رسیدند، به شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی و خوبی رهایشان سازید و آنان را به خاطر آزار و زیان رساندن نگه ندارید تا به حقوقشان تجاوز کنید و کسی که چنین کند قطعاً به خود ستم کرده است. و آیات الله را به سخره نگیرید و نعمت الله را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می‌دهد به یاد بیاورید و از الله پروا کنید و بدانید که الله به همه چیز داناست. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عده خود را به پایان رساندند، آنان را باز ندارید که اگر به طرز پسندیده ای در بین خیش به توافق رسیده بودند با شوهران سابق خود ازدواج کنند. این دستوری است که هر کس از شما که به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می شود و این دستور برای شما پربرکت‌تر و پاکیزه تر است و الله می داند و شما نمی دانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. و مادران باید فرزندان خود را 2 سال تمام شیر دهند. این دستور برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی فرزندش را تکمیل کند و بر صاحب فرزند لازم است خوراک و پوشاک آنان را به طور شایسته در مدت شیر دادن فراهم کند. هیچ کس جز به اندازه تواناییش مکلف نمی شود. نه مادر باید به خاطر فرزندش زیان ببیند و نه پدر به سبب فرزندش. مانند همین احکام بر وارث نیز لازم است. پس اگر آن 2 با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید که برای فرزندان خود دایه‌ای بگیرید، گناهی بر شما نیست، به شرط اینکه آنچه از حقوق و دستمزد مقرر کرده اید به طور شایسته بپردازید و از الله پروا کنید و بدانید که الله از آنچه انجام می‌دهید آگاه است. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. و کسانی از شما که میمیرند و همسرانی باقی میگذارند، آن زنان باید 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند و عده نگه دارند. پس هنگامی که مدت عده خود را به پایان رساندند، در آنچه آنان به طور شایسته درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و الله به آنچه می‌کنید آگاه است. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم. و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنان بیوه یا مطلقه خواستگاری کنید و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید بدون اینکه آن را اظهار کنید. الله دانست که شما به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی پنهانی به آنها وعده زناشویی ندهید مگر اینکه به کنایه سخنی پسندیده بگویید و تصمیم به عقد ازدواج نگیرید تا مدت مقرر عده به سر آید و بدانید که الله آنچه را که در دلهای شماست میداند. پس از مخالفت با او پروا کنید و بدانید که الله آمرزنده بردبار است. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهریه به دلایلی طلاق دهید گناهی بر شما نیست و در این حالت آنها را با هدیه‌ای مناسب بهره‌مند سازید. توانگر به اندازه توانش و تنگ دست به اندازه توانش. این حکم بر نیکوکاران الزامی است. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصیر. اگر پیش از نزدیکی با آنان خواستی طلاقشان بدهید و مهریه‌ای برایشان تعیین کرده بودید، نصف آنچه را تعیین کرده اید به آنها بدهید، مگر اینکه حق خود را ببخشند و یا شوهر که تصمیم گیری در مورد پیوند ازدواج با اوست گذشت کند و تمام مهر را بدهد. گذشت کردن شما و بخشیدن تمام مهر به آنها به پرهیزکاری نزدیکتر است. گذشت و نیکی را در میان خود فراموش نکنید که الله به آنچه می کنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. در انجام همه نمازها به خصوص نماز عصر کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت برای خدا بپاخیزید. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر از خطر ترسیدید در حال پیاده یا سواره نماز را به جای آورید و چون ایمن شدید الله را یاد کنید که آنچه را نمیدانستید به شما یاد داد. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. کسانی از شما که مرگشان فرا میرسد و همسرانی به جا میگذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا 1 سال آنها را با پرداختن هزینه زندگی بهره‌مند سازند بدون آنکه از خانه شوهر بیرون کنند. پس اگر بیرون روند درباره آنچه که آنان نسبت به خود به طور شایسته انجام می‌دهند از قبیل زینت دادن خود و ازدواج مجدد گناهی بر شما نیست و الله توانمند حکیم است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. و برای زنان مطلقه هدیه‌ای مناسب و شایسته لازم است که از طرف شوهر پرداخت گردد. این حقی است بر مردان پرهیزکار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله این چنین آیات خود را برای شما روشن می سازد باشد که بیندیشید. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ از خانه های خود فرار کردند و آنان هزاران نفر بودند که به بهانه بیماری طاعون از شرکت در میدان جهاد خودداری نمودند. الله به آنها گفت
بمیرید. پس مردند. سپس الله آنها را زنده کرد و ماجرای زندگی آنها را درس عبرتی برای آیندگان قرار داد. الله نسبت به بندگان خود بخشایش دارد، ولی بیشتر مردم شکر او را به جای نمی آورند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. و در راه الله بجنگید و بدانید که الله شنوای داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست که به الله قرض دهد قرضی نیکو و از اموالی که به او بخشیده انفاق کند تا آن را برای او چندین برابر کند؟ و الله هست که در روزی بندگان تنگنا و گشایش پدید می آورد و به سوی او بازگردانده می شوید. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علیم بالظالمین. آیا جمعی از بنی اسرائیل را ندیدی که بعد از موسی به پیامبر خود گفتند برای ما فرمان روایی انتخاب کن تا به فرمانش در راه الله بجنگیم؟ پیامبرشان گفت شاید اگر جهاد بر شما مقرر شود سرپیچی کنید و جهاد نکنید. گفتند چرا در راه الله جهاد نکنیم در حالی که از خانه ها و از نزد فرزندانمان رانده شده ایم؟ پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد جز عده کمی از آنان همه سرپیچی کردند و الله از حال ستمکاران آگاه است. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. پیامبرشان به آنها گفت الله طالوت را به فرمان روایی شما برگزیده است. گفتند چگونه او بر ما فرمان روایی کند با اینکه ما به فرمان روایی از او سزاوارتریم و از مال دنیا بهره چندانی به وی داده نشده است. گفت به راستی الله او را بر شما برگزیده و به وی دانایی و توانایی بسیار بخشیده است و الله فرمان روایی خود را به هر کس که بخواهد میدهد و الله گشایشگر داناست. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین. پیامبرشان به آنها گفت نشانه راستی و درستی فرمانروایی او این است
که تابوت عهد که در آن مایه آرامشی از سوی پروردگارتان و یادگاری از میراث آل موسی و آل هارون هست و فرشتگان حملش می کنند به سوی شما می آید. اگر مؤمن باشید مسلماً در این امر نشانه‌ای برای شماست. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. پس هنگامی که طالوت با لشکریان رهسپار شد به آنها گفت الله شما را به وسیله یک جوی آب آزمایش می کند. هر کس از آن بنوشد از یاران من نیست و هر کس از آن ننوشد قطعاً از یاران من است مگر کسی که به اندازه کف دستی بیاشامد. پس جز عده کمی همگی از آن آب نوشیدند و هنگامی که او و کسانی که با او ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند از کمی افراد خود ناراحت شدند و عده‌ای گفتند امروز ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم. اما آنانی که به دیدار الله یقین داشتند گفتند چه بسا گروه کوچکی که به فرمان الله بر گروهی بسیار پیروز شدند و الله با بردباران است. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و هنگامی که برای مبارزه با جالوت و سپاهیانش به میدان آمدند گفتند پروردگارا بر دلهای ما صبر و شکیبایی فروریز و گامهای ما را استوار و ثابت بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس به فرمان الله آنها را شکست دادند و داوود جالوت را کشت و الله فرمان روایی و نبوت را به او بخشید و از آنچه می‌خواست به او آموخت و اگر الله بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر نمیراند قطعاً زمین تباه می‌گردید ولی الله بر جهانیان فضل و بخشش دارد. این